تیروتر است. آسمان کبود و تیره شد ای عبدالله. ای سالار کاروان، دوباره آسمان کبود شد. اگر رخصت دهی امشب در افشنه بمانیم. پروانیان از پیمودن راه بسیار ماندند. نیت کردم بی وقفه‌ای به خرمیسان برویم ای یار. نیتت را بشکن ای عبدالله. آسمان کبود و تیره شد، طوفانی در راه است. به کوچکی از افشنه که زادگاه است. راه بگردانید، حیوانات قدمی پیش نمی‌رود. بگردان راحت را ای عبدالله. کیست که عمود و عامد بر سرنوشت خود رفته؟ راه می‌گردانید، افشنه می‌روید. عبدالله، اکنون تمنای دیگر دارم. مرا در افشنه خانه است. از تو میخواهم که جز به خانه من به سرای دیگر نروی. احمد یار، سپاس بر تو. اهل بیت مرا میپذیرند؟ منت دارند. چاووش بخوان، طبل واگرد بزن. به افشنه میرم، در راه خرمیسان از سواد بخارا. اکنون که میگذرد 370 از هجرت. با کدام کاروان سپرده رفت؟ در افشنه خواهد ماند و دختری را به زنی خواهد گرفت. ستاره‌اش نام، از او فرزندی خواهد جایگاهش بر تارک عبدالله، آسمان به تمامی بی کدورت شد. شاید سرنوشت بوده که شبی در افشنه بماند. که می‌داند؟ یا در کدام گورستان خفته اینک؟ برادرم، میهمانت کتابخوان است. چراغی آوردم برای شب. ستاره خود چراغی است برای شب. از کجا دانستید کتابخوانم؟ صدای ترتیل و تلاوت شنیدم. آیات مصحف شریف میخواندید. داخل شو ستاره، بالا خواهرم. چراغ آوردم و سلام. نور آوردید، نه چراغ. سلام. استخاره می کردم که مطلبی را امروز بگویم یا هرگز نگویم. مطلب چه بود؟ نامم عبدالله است.
پسر حسن ابن علی ابن سینا هستم. به عملداری خرمیسن می روم. از سواد بخارا. همسری و فرزندی ندارم. چه آمد؟ استخاره؟ استخاره چه آمد؟ خوب آمد به تمام. امروز میگویم، به شرط آنکه دختر والا لباس شادی وصلت به تن کند. آیا گفتم در شأن پاسخی نیست؟ اگر نظرتان به من است، با برادرم سخن بگویید. پدرم از مردم بلخ بود و در زمان نوح ابن منصور سامانی از آنجا به بخارا شد و در زمان وی به کارگزاری و عملداری دهی که خرمیسن گویند و از روستاهای بزرگ آنجا بود نصب شد و نزدیک آن دهی است که آن را افشنه خوانند. و آنجا پدرم دختری را به زنی گرفت، ستاره اشنا، و آنجا جایگاه گرفت و من در آنجا به جهان آمدم و پس من محمود به جهان آمد.
مبارک باشد، پسر شد. صبر کن پسرم. سلام. سلام فرزندم. کتاب ها از آن کیست؟ از آن هر دومان. نزد شیخ اسماعیل زاهد فقه میخوانیم در مکتبش. پسران عبدالله سینا هستیم، کارگزار و فرماندار خرمیسن. من حسینم و او محمود. پس چرا کتاب ها دست اوست؟ چون مهترم. در سن و سال یا در علم؟ هر دو. من در ذهن و یاد دارم، او در بغل. در این کتاب ها ننوشته از تعاون و کمک با برادران؟ نوشته. در ذهن و یاد بس نیست پسرم، باید در عمل نیز به کار بندی. نمیبینی کتاب ها برایش سنگینه؟ آفرین، بروید. کتاب ها.
دست بده. بیا. با معلم به مجادله نپرداز. حرمت نگه دار. مقالت را در باب استخوان‌های بدن خواند و در شگفت شد. به دانشت مباهات مکن. اگر به آنچه میدانی مباهات کنی، باید از آنچه نمیدانی شرمگین باشی. پس پیوسته خسران با توست. میدانم دلت با باطنی ها و اسماعیلیان نیست. راز دلت را برملا نکن. بیاموز، آنگاه نپذیر. پدرت را پیوسته حرمت نگه دار. او را شیفته علم کردی. پس ای خداوند، به او بردباری و تحمل آن شیفتگی عطا فرما. برای که دعا میکنی؟ برای من؟ برای تو هم دعا میکنم، اما اکنون برای حسین دعا کردم. او بیش از تو در خطر است پسرم. حسین شیفته دانستن است. علیک السلام. مقالات را در باب حد جنس و فصل منطق خواندم که بسیاری از مطالب برایم نامعلوم بود. تو یک شبان را نگاشتی و من 3 روزان را خواندم. پسر، مقدمات را فرا نگرفته کجا می روی؟ مربعی که مساحتش 1 باشد چیست؟ هر یک از 4 پهلو 1 باشد. مربعی که مساحتش 2 باشد چیست؟ هر پهلو قطری از مربع 1 باشد. 3 است چیست؟ که هر پهلو ارتفاع آمده بر وتر مثلثی است قائم و عمود در زاویه، به گونه‌ای که وتر را به 1 و 3 بخش کند. بر صورت اسد چند کوکب است؟ اول طرف است و آن 2 کوکب است. یکی بر روی اسد بر موضع دمیدن از دهان که آن را منفخ فم خوانند و دیگر از آنچه صورت سرطان است، خارج صورت، که عرب هر دو را به چشم اسد تشبیه کرده است. بیش نگو، میدانم که میدانی. 7 اصل وجود را بشمار. خالق، مخلوق، عقل کل، نفس کل، هیولا، اولا، زمان و مکان. 7 مقرب را بنام. نبی، امام، وصی، حجت، باب، دایی،
مستجیب. خوب. خوب خوانده ای پسر. خواندم اما دلم با آن نیست. راز دلت بر زبان نران. حقیقت احکام در چیست؟ حقیقت احکام در بطن آیات است. اما ای زبردست، برای راه یافتن به باطن باید از ظاهر گذشت. من صورت دارم و گریزی از ظاهرم نیست. انبیا که به واسطه جبرئیل به عالم عالم مماس می شوند، باز از ظاهر گریزشان نیست. معاذالله، چه رسد به ما. احکام ظاهر دارد و باطن دارد. طریق پیمودن به سوی بطن احکام برای من و تو همان ظاهر است و صورت. آنچه گفتی از حد درک من ابو عبدالله ناطلی صاحب رساله‌ای در مبحث وجود و رساله‌ای در علم اکسیر خارج است. پرسش چه داری؟ بیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟ پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟ پدرت را بخوان بیاید. حدوث جهان؟ پیش از حدوث جهان؟ حدوث جهان؟ پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟ پیش از حدوث جهان؟ بیایی. برو میاد. پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟ پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟ پسرت پرسشی کرد خطر آفرین. پس سه سخن دارم با تو ای عبدالله سینا. اولان که پسر ارشدت باید فلک شود تا دیگر چنین سخنانی بر زبان نراند. چه شده است مادر؟ شویم از بام افتاده، پایش از کمر پیچیده، زیاد درد می کشد. او را خدمت حکیم آوردم که گفتند سرایش اینجاست و بسیار حاذق است. حکیم حاذق؟ بفرمایید باید برویم خدمت حکیم حاذق. حکیم حاذق فقط 12 سال دارد. به سبب پرسشی که کرد و پاسخش را من نمیدانستم. دومان که مرا آموزگاری او نشاید که شاگرد از استاد سر شد. سومان که از علم معیشت کردن دشوار است در عهد ما، اما او را به کاری غیر از علم نگمار.
بگیر. او را به کاری غیر از علم نگمار. استاد اغماس بفرمایید. بمانید. درگذارید. نمیمارم. شاگرد از استاد سر شده است. پیش از حدوث جهان به چه کار بوده است؟ او را به کاری غیر از علم نگمار. هفته دیگر در سرای ما بمانید. اغماس بفرمایید. دیگر نمیتوانم بمانم. شاگرد از استاد سر شده. او را به کاری غیر از علم نگمار. برخیز. ای حکیم بزرگ، ناناوری جز اون ندارم. پایش از قفا پیچیده، از بام افتاده. میگویم دستت شفا میدهد. برخیز زن، طبیب من نیستم، اوست. آرام باش. آرام باش. من اجازه بدید من. بیتابی نکن. میدانم درد داری. چه شده؟ کمرم، پایم بسیار درد می کند ای حکیم. کمرم. پایم درد می کند. پای من هم درد می کند برادر. آرام باش. این کودک میخواهد شویم را شفا دهد. طبیب منم، اما شفا در ید قدرت من نیست. شفایش را می طلبم و انشالله بی پاسخ نخواهد ماند. یک گاو تشنه می خواهم. گاو تشنه؟ او را شیفته علم کردی، پس صلابت تحمل آن شیفتگی را نیز عطا کن. بهتر شدم. چه شد؟ یک باره دردم آرام شد. وقتی گاو آب را نوشید شکمبهش حجیم شد و استخوان جا افتاد. همین. محمود، درد پایت چه شد؟ بدویم.
تربیت تو از هیچ کاری فروگذار نکردم. پس بهتر است با باطنی ها هم آشنا شوید. ای عبدالله سینا، فرستاده ما به خرمیسن آمد و از تو والی خرمیسن 7 دینار و 7 درهم بیشتر نگرفت. اسماعیلیه به پول والیان و خون رعایا زنده است. امیران غزنی در دلهاشان رعب افتاده و امیران سامانی با ما مدارا می کنند و از نام ما می هراسند. اگر برای تجدید عهد آمده ای بگو که در کیسه چیست. به عدد مبارکه داعی الدعات 30 دینار خلیفه برای خودم، 7 برای پسر ارشدم و 3 برای کهتر، می شود 40. در ازای پول زرت چه می‌خواهی؟ شفاعت نزد داعی الدعات. پسرت بگوید. مرا با داعی الدعات کاری نیست تا شفاعت بخواهم. شفاعت پسرم را من می‌خواهم. خودش بگوید. شفاعت می‌خواهم. با اعتقاد نمیگوید. با اعتقاد نمیگوید. پسر نامت چیست؟ حسین پسر عبدالله. در کدام یک از مراحلی؟ بندگی. بندگی که؟ خداوند سبحان. به چه کار به شبخانه آمده ای؟ به دستور پدر و آنکه از حضرت داعی پرسشی دارم. بپرس. در تو هوش و فراستی میبینم. موالید ثلاثه چیست؟
پاسخ این پرسش را هر مبلغی می‌داند. حیوان، نبات و معدن. انسان کجاست؟ در مقام اول که حیوانی ناطق است، قدرت استنتاج دارد از احکام جزئی به کلی و نیز گویاست. پس انسان در مقام حیوان است. با این فرق که صاحب منطق است و نتیجتاً صاحب کلام. برای گفتن شنودن لازم است. کلمه اول را از که شنود؟ احسنت. از باری تعالی که به حضرت آدم ابوالبشر گفت. پس انسان کلام را از باری تعالی به واسطه انبیا شنود. آری. پس جای بدعت کدام است؟ چرا اهل باطن مدعی کشف بطن احکامند بی آنکه تکالیف اولیا را بنیوشند؟ ای زبردست، پسرم حسین پرسش بسیار می کند، بر او نگیرید. پرسشی که پاسخ می طلبد یا جان؟ قصدش دانستن است. سوگند بگوید به کتمان سر. سوگند نمیگویم که اسرار نمیدانم. هر سه را از فراموشخانه برانید. طلب عفو دارم. عفو شده ای که رانده می شوی.